السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان عزیز. ما ولی همین طرفی عرفات هستیم. شما فهمیدگین جبل رحمه، کوه رحمت و در کتاب‌های و روایات اومده که حضرت آدم حتی حوا در همین جا خوردن در همین مکان و اینجا مثال شما میدونید که بسیاری حاجی‌ها وقتی حج ده همین عرفات میان. وقتی اومدنش بعد نماز، بعدی که نماز پیشینه که خواندن میان، همین جا دم یک جای هست که مثلا با مذهب خودمون با مذهب ابو حنیفه در وقت عرفه و در وقت مزدلفه ما چیکار میکنیم؟ نماز رو جمع میکنیم. مثل همین مذهب امام شافعی باریده. فقط دو جدا داریم، مزدلفه و در وقت همین عرفه ده که چه جمع میکنیم. مثلا عصر میزگرانیم در وقت پیشین میخوانیم و عصر میخوانیم در یک وقت ظهر وقت پیشین ده. بعد مسئله مزدلفه ده مثلا شام ما میزگرانیم وقتی که از طرف بعد شام، وقتی که از طرف عرفه طرف مزدلفه میریم وقتی حج ده، وقتی عمره ده که عبادت نیست. وقتی عمره ده ما گفتیم همه نیت مسجد عایشه میریم، بعد میایم طواف میکنیم، صفا مروه میکنیم، صفا میگردیم و حلق میکنیم با همین تمام. که در اینجا در حج مثلا همین کار رو باید مجرا کنیم. عرفه بیایم، بعد عرفه نماز وقتی که مزدلفه میریم، بعد شام نماز شام میزگرانیم در وقت خفتن میخونیم. همین دو حالت داریم ما وقتی که نماز رو میتونیم جمع کنیم. دیگه جدا اینکه سفر دا باشیم و دیگه جدا باشیم ما دا اجازت نیست که نماز رو جمع کنیم. قصر کرده میتونیم و جمع کرده نمیتونیم. سفری ما چند روزه با مذهب ابو حنیفه، مثلا اگر ما جای آمده باشیم ندانیم که مثلا 14 روز میستیم 13 روز میستیم، نماز رو ما چیکار میکنیم؟ نماز رو قصر میکنیم. دیگه اگر ما بدونیم که 15 روز 16 روز میستیم یک اونجا سفری ما تمام میشه، ما سفر خونده نمیتونیم. مرحمت این جبل رحمه. پروردگارم گناههای ما رو ببخش، رحمتت را بر ما نازل بگردان، در پناهت حفظ کن. و بنده‌های ضعیف تو هستیم. پروردگارم همه غریبان رو در پناهت حفظ کن، کاراشون از خوب بگردان، حفظشون تو بفرما یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی آله.